לא שוכחים את המשימות שלנו. اسرائیل هیچ گاه اعتراف نکرده است که سلاح هسته‌ای دارد. تحلیلگران میگویند ایران هرچند هنوز چنین سلاح ندارد برای استحصال آن دانش و ذخیره کافی دارد. هر دو کشور در منطقه جنگ‌های غیر مستقیم پیش میبرند. اسرائیل تهدید کرد که جوابش به حمله‌های موشکی ایرانی‌ها در تاریخ 1 اکتبر مرگبار، دقیق و غیر منتظره میشود. ایران هم گفت به همه گونه حمله نو مقاومت میکند. این مخالفت آشکار مشکلی عظیمترین امنیتی اسرائیل را به مد اول میبرد که آن هم روابط دشمنانه با ایران و حمایتش از گروه‌های محور مقاومت در سرحدهای اسرائیل میباشد. اصطلاح محور مقاومت اشاره به گروه‌های جنگی مورد حمایت ایران از جمله حزب الله لبنان است که در هفته‌های اخیر بیش از 2300 کس کشته و در پی حمله‌های اسرائیل 1.2 میلیون ساکنش بیجا شده است. حماس در غزه هم یکی از آنهاست و نزاع اخیر هم با سبب حمله این گروه به اسرائیل 7 اکتبر پارسال و قتل 1200 نفر و گروگانگیری صدها تن دیگر توسعه یافت. از آن زمان به اطلاع وزارت بهداشت غزه بیش از 42,000 نفر کشته شده. تقریبا تمام ساکنان موکی این باریکه خانه‌های خود را ترک کردند. ولی با این وجود یک تحلیلگر خطر سر زدن جنگ هسته‌ای را از احتمال دور خواند. در گمان است که هم اسرائیل و هم ایران استفاده سلاح هسته‌ای را به منفیت کار دانند، چون عاقبت‌های فاجعه بار آن را می‌دانند. هر دو کشور هم درک می‌کنند که سلاح‌های هسته‌ای باعث به انتقام‌گیری‌های سرتاسری و سرنگونی خود آنها می‌شوند. بعد بحث‌های زیادی سیاستمداران درباره اقدام‌های بعدی اسرائیل، مقامات گفتند که به مؤسسه‌های هسته‌ای دست نمی‌رسانند. یکی میگوید حمله به مکان‌های هسته‌ای ایران آن را از ایجاد بمب هسته‌ای باز نمی‌دارد. این مکان را یک مؤسسه اتمی در اصفهان ایران میگویند. در صورت حمله به آن یا اطرافش مواد رادیواکتیو به منطقه‌های اهالی نشین پهن می شود. این حمله ایران را به ایجاد بمب اتمی تحریک می‌دهد، هرچند قبلا گفته است که چنین نیت ندارد. رفتار اسرائیل و نبود همکاری دیپلماتی با ایران به خاطر بستن یا محدود کردن برنامه با گذشت وقت سبب مصالح شدن برنامه هسته‌ایش می شود. این چیز به شبهه برای تمام منطقه بسیار آفتبار خواهد بود. درباره زمانی که برای ایجاد سلاح هسته‌ای به ایران ضرور است، گمانزنی‌ها کم نیست. یکی گفت برای آماده کردن سوزشواری سلاح هسته‌ای به ایران 1 هفته کافی است، ولی خودی جریان تهیه بمب به گفته او شرایط مخفی کار و حداقل چندین ماه را طلب می‌کند.